مجلس شورمندی اجنان یا سوریه گوجالیه نتوین یک بوی و هاتی آواکرند دما رژیم بحثید نکاری بو کار و خبات بده مشاندن نهاجی دما حکومت آواگوهز به حنجتا گودرما دما رژیم بحثید هاتی آواکرند خبات نادن مشاندن به وی که رژی تبلیبون اجنان دنا وقادا جواکی و سیاسی ده تپاشگو کرن. د سال 2016 ده نتوین یک بوی لسوریه مجلس شورمندین جنان آسوریه آوا کر. کاروی مجلس اوه کو نیرین و فکرین جنان این دربار مافیجن چاره سریا پرزگریکن لحرمه ده به نتوین یک بوی را پاروه بکه. اف مجلس لسر اساسی بریارا نتوین یک بوی یا 1325 آنگو مافیجنان جعالی سیاسی و بجداربون وان ده بریارداریه کار و بارنگشتی و بریارین گری دایشر و آشتیه ده پاریزه خباتان ده مشاندن. لگوری آگاهین اندام مجلس شورمند جنان آسوریه روکن احمد کسی این هاتین هلبجارتن ده ویجن ده ناوا جواک سوریه ده خودی بریار بن و ده سازی و ریخستن جنان ده کار گریبن. یعنی گوهرتن ناف خدا تقریبا 20 جن ناف خدا گرتن جغرافیت جودان هبو ده 2024 بریار هات داین کو مجلس شنو و حمو اندامی خانوب که یعنی کسایتنا نو ناف خدا بگیری. روکن احمد یاد کرکو اندام مجلسی جه حمو هرمین سوریه نه خودی فکرین جدای سیاسی نه. دست و شبکات درزی هنا کرد هنا عرب هنا خريستيان هنا لسروي اساسي علوي هنا هاتن هالبجارتن. روکن احمد راگهاند که جسال 2016 حتی 2024 بریا رژیم اسد هلوشه جبر زخت و خطری لسر اندام مجلس خبات باوه که وشارتی دهات مشاندن و افاگاهی دان. ددم دیالوگا نبرا اپوزیسیونی و رژیم سوری آرمان جوی چبو دما کنگره جنیف دهاتنا آوا کرن اتدیت ند قومیته اپوزیسیون ندیا رژیمی داشن جهنت گرتن. روکن احمد گفت پشتی رژیم اسد الوشیا جوین به سروکا دسته کارو بارین جواکی یا حکومت و گوهز هند قرابات را چی بود. ده جوین دهات دیار کرن کو دویژن ده آستا شورمندی ده نمینن. روکن احمد داویه ده دست نشان کرد که حکومت و گوهز دیار کریه که او زاگونن 22 54 ناپجرینن و اوین دما رژیم اسدن.